سلام دوستان، اومدم باغ گیاهشناسی مشهد معروف به ژوراسیک، چون خیلی جای قشنگایی که از دیدنی ترین جاهای مشهده براتون فیلم گرفتم تا شما هم ببینید. ورودی این پارک یه بازارچه افتتاح کردن که اکثر کارشون دستساز و هنریه، همطور که میبینید. شنیدیم فروشنده عربی صحبت میکنه، چون اکثر مشتریاشون عربن. من از این فروشگاه خیلی خوشم اومده بود، چون خیلی کار گوگلی رو با نمک ساخته بودن و این کارا واقعا حوصله و هنر میخواد. خودتون ببین چه سلیقه‌ای دارن، آدم دلش میخواد همشو بخره. وای. اینجا هم خیلی مجسمه‌های قشنگی داشت. چند تا خریدم برای سالنم که انشالله تو ویدیوی بعدی داخل سالنم بهتون نشون میدم. خیلی مجسمه‌های کوچیک و خوشگلی بود، ولی به سختی آوردمشون تهران. همش میترسیدم تو راه بشکنن. وای، من عاشق این عروسک بافتنی شدم. اونا رو ببین پستونک داره. اینا رو ببین چقدر کوچیکن. خیلی قشنگ بودن. یکی چشاش چقدر بزرگه. عاشق اینا شدم. چند تاشم خریدم برای بعضی مشتریام که میان پیشم تتو میزنن. اینم منم، مثلا دارم وارد باغ میشم. از این قاصدک خیلی خوشم آمد. حالا میرم نزدیکتر فیلم میگیرم ازش. بدو. این کلبه هم قشنگ بود. میتونستی بری داخلش بشینی، هرچی دوست داری سفارش بدی برات بیارن.
اینجا هم شهر بازیشه که تعطیل بود. اینجا هم که روستای گل‌آقا، این هم منم. وارد روستا شدیم که داخل خود همون باغه. این هم چاه امام زمانه که قرار از اینجا زور کنه. اینجا کافشه که بسته بود چون ما خیلی دیر وقت بود داشتیم فیلم برداری میکردیم، ولی خیلی کیکا و پاستاهای خوشمزه. چندمین باره که میام اینجا. این تونل رنگ معروف این باغه. هر کی بیاد اینجا امکان نداره عکس نگیره و نذاره پروفایلش. خیلی جالبه. حالا فکر میکنم زیاد دقیق نیفتاده تو ویدیو. من میخواستم روی این تیکه ویدیو صحبت نکنم که شما صدای سرزمین وحشتشو بشنوین. یه دفعه این آقا پسر اومد و غافلگیرم کرد. آفتابه چه بازیه، ما تا حالا نمیدونستیم. کی آفتابه تا حالا بازی کرده؟ مهاجمی تا حالا آفتابه بازی کردی؟ تا حالا آفتابه بازی کردی؟ جمع کنیم بریم.